میرسد. محمدی زاده در برابر یک از پهلوانان نامی ژاپنی کوگا روی میدان می آید. من فکر میکنم که در این رقابت هم ما باز یک امید دیگری مردم تاجیکستان رو به شما پیشنهاد خواهیم کرد. البته دشوار است اما چم کرد. امریکایی رو یکوب موری رو زد پهلوانی ما. فکرون اونجایی که گنکی کوگا هست او محمد اکاش رو مغلوب کرده بود، همچنین کاس رو از افسالیا. حالا در مقابل پهلوان تاجیکستان امتحان می‌سپارد این پهلوانی که زاده‌اش این گوشتی رو برای ما و شما پیشنهاد کرده است. حالا ببینید آغازی برابر است. محمدی زاده شاگرد صدرالدین عابدوف پهلوان امیدبخش 23 ساله است. خوب در مسابقاتی که اشتراک کرده است در گرند اسلم ونگریا هم او اشتراک کرده بود و اینجا حالا ببینید کوگا او رو مغلوب میکند. همگی در 1 دقیقه و 11 ثانیه این وخوری با پیروزی گنکی کوگا ژاپنی به پایان میرسد. ولی همین طریق هم هست. گمان کردیم که این جای رقابت سالمه رو ببینیم، اما به هر نوع ژاپنی ها